گرانترین سفر ورزشی جهان، درآمد 20 میلیون دلاری مسی در سفر به هند. شبکه اسپن گزارش داده است که سفر تبلیغاتی 3 روزه لیونل مسی در هند از تاریخ 13 تا 15 دسامبر 2025 در شهرهای کلکتا، حیدرآباد، بمبئی و دهلی برای این بازیکن حدود 20 میلیون دلار درآمد به همراه داشته است. دارنده 8 توپ طلای فوتبال جهان در هر روز حضور خود در هند بیش از 6.5 میلیون دلار درآمد داشت، رقمی که تقریباً 10 برابر درآمد روزانه او در لیگ فوتبال آمریکا یا MLS محسوب می‌شود. مجموع این درآمد معادل دستمزد 3 ماهه مسی در لیگ آمریکاست. سفر تبلیغاتی مسی شامل حضور در ورزشگاه‌ها، برگزاری کلینیک‌های فوتبال برای نوجوانان، ملاقات و عکس گرفتن با هواداران VIP و شرکت در رویدادهای خیریه بود. شبکه اسپین پس از پایان این سفر نوشت که مسی با درآمد روزانه بیش از 6 میلیون دلار گرانترین سفر ورزشی دنیا را به نام خود ثبت کرده است.